هر شکل، هر سال، همه چیز پیام خود رو دارد. اگر گوش بسپاری، چشم باز کنی، رازهای پنهان آشکار خواهند شد. سلام دوست عزیز مناصرایی، امیدوارم هر جا هستی شاد و سلامت باشید. اومدیم با یک فال قهوه جذاب دیگه در خدمت شما باشیم. دوستای عزیزم، من به نیت شما قهوه رو خوردم، کمی فنجون رو هم میزنم تا به هر حال دونه های قهوه پخش بشه و من این رو به نیت شما برمیگردم. دوستان عزیز، مد نظرتون باشه که ما اینجا از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یعنی میایم عکس های فنجون رو به اپ هوش مصنوعی میدیم و یک سری از تحلیل ها و به هر حال نمادهایی که هوش مصنوعی رو میبینه با چیزهایی که خودمون میدونیم انطباق میدیم و یک تفسیر جامع و کامل رو در خدمت شما دوستان قرار میدیم. دوستای عزیز، اگر که کسی میخواد انتقادی کنه مشکل ندارم. انتقاد به هر حال باعث خوب شدن کانال و به جریان افتادن اندیشه بین دوستان میشه، اما انتقادتون به نحوی باشه که حداقل ویدیو رو دیده باشید، توضیحات من دیده باشید و هی داخل پیام ها سوال نکنید که هوش مصنوعی کجاست. اگر ویدیو رو کامل ببینید، وقت بذارید و به هر حال هم برای ما و هم برای خودتون ارزش قائل باشید، قطعا مثل بقیه دوستانی که توی کانال عضو هستن شما هم جواب سوال هاتون رو میگیرید. دوستانی که پرسیده بودن چرا من فنجون رو برعکس میگردونم، فنجون اگر به سمت قلب باشه به نیت خودتون هست و اگر به نیت کسی دیگه مثل شما دوستان عزیز باشه، من باید فنجون رو برعکس و به سمت بیرون بچرخونم. دوستای گلم، امیدوارم این دیگه حالا به هر حال ملکه ذهنتون بشه و هی سوال نپرسید عزیزان من. خب بیاین برگردونیم و صبر کنیم تا نقش و نگارها شکل بگیره و دوباره در خدمت شما دوستای گلم باشیم. خب فکر میکنم که کافی هست و من به نیت شما فنجون رو بر میدارم. خب یکم دیگه نقش و نگارها شکل بگیره، من فنجون رو هم خدمت شما تحلیل میکنم. خب دوستان، اونطوری که مشخص هست اینه که شما خیلی استرس دارید، خیلی نگران موضوعی هستید، طوری که کل فنجون رو این توفاله های قهوه پوشونده و بریم ببینیم که موضوع چی هست، چرا شما اینقدر دلآشوبه و دلنگرانی دارید. چیزی که من دارم از اینجا میبینم این که شما یک مسیری رو داشتید طی می‌کردی و به یک باره اون مسیر برای شما معکوس شده و دچار یک بحران شدید. حالا این شکست میتونه شکست توی مسائل مالیتون باشه، شکست توی مسائل عاطفیتون باشه، ولی چیزی که من اینجا میبینم این، حالا اگر چشم‌های یک خانم باشه و این موهاش، دقیقاً من خانومی رو میبینم در حالا این تصویری که شما دارید میبینید، این که کمی ناراحت و کمی نگران هست و حالا اینجوری برداشت میشه که ممکنه دوست شما یا یکی از نزدیکان شما باعث ناراحتی و دلآشوبه و نگرانی که الان شما دارید شده باشن. من چیزی که میبینم ایشون اصلا نیت خوبی نداره و یک جورایی داره به شما حسادت میکنه. خب بریم ببینیم اسمی هم بیرون میاد، چون فکر میکنم یک جورایی هست که میشه ازش اسم در آورد. نگاه کنید. خب اینجا اسم سحر رو قشنگ شما دارید میبینید. اسم سحر، اسم حالا محمد میتونه باشه دیگه. اسما رو معمولا از فنجون بیرون میاریم، ولی میخوام ببینم این دلآشوبه شما کی مسببش هست الان. فقط همین اسما رو من ببینم چیزی پیدا میشه. محمد من باز میبینم حروف عین، حروف ب، در واقع حرف ب، حروف عین و ب،
عرض کنم خدمت شما داخل این مشخص هست. خب حالا بخوایم تفسیرش کنیم اینجوری باید بشه که شما در اون مسیری که داشتید، در اون حال و هوای خوبی که در گذشته داشتید و سمت راست بشقاب رو میبینید که سفیدتر هست نسبت به سمت چپ، توی زندگی و توی به هر حال روزمرگی خودتون مشغول بودید. من اینجا خانومی رو میبینم که خانم شادی بوده، خانومی بوده که سرزنده بوده، ممکنه همین خانم مثلا اسمش سحر باشه و یک جورایی یه اسب بالدار، یک جورایی توی تخیلات خودش زندگی میکرده و به هر حال خیلی اوضاع خوبی داشته که به ناگاه توسط یک خانم دیگه که اینجا هست، حالا این سرش هست و این تنش، توی یک سیاهی افتاده، توی یک بحران افتاده و دچار دلشکستگی و به هر حال دل مشغولی شده. این دل مشغولی هم حالا بخوام مدتش رو بگم حدوداً 3 وعده یا 4 وعده هست که ممکنه حالا 3 روز یا 4 روز باشه یا 3-4 هفته. 3 وعده یا 4 وعده هست. حالا عدد 4 رو اینجا شما به وضوح دارید میبینید که این دل مشغولی ها به سمت شما اومدن. اگر شکستی توی کسب و کارتون بوده، اگر توی محل کارتون مشکلی داشتید، مسببش این خانومی بودن که حالا اینجا چهرهشون به نوعی افتاده، حالا دقیقا نه با این حالت، ولی خب در کل دارم میگم که چهره یک خانم اینجا افتاده و باعث شدن که شما اون مسیری رو که در پیش داشتید دچار تنش و به هر حال سربالایی بشه و مشکلات به سمت شما بیاد. بریم ببینیم توی فنجونتون چی میبینیم، توی فنجون شما چی قابل مشاهده هست. خب بذارید اول من فنجون رو به هوش مصنوعی بدم و ببینم که چه خبر هست، دوباره خدمت شما میرسم. خب دوستای عزیز، در خلاف عقربه‌های ساعت از سمت دسته بریم تحلیل کنیم ببینیم که چه چیزی رو می‌بینیم. من در گوشه این دسته یک خانومی رو می‌بینم که نشستن و حالت کوله پوشیشون کنارشون هست. نگاه کنید، من خانومی رو دارم می‌بینم اینجا که کمی دلنگران هست، دلاشوبه داره، افسردگی این کار گرفته و این افسردگی بیشتر زائیده ذهن خودش هست. چرا؟ چون به نظر من داره خیلی اهمیت میده به اون موضوعی که الان پیش اومده. خانم عزیز، اگر شما میبینی که الان این همه استرس داری، شاید باید دیدت رو نسبت به اون مسائلی که الان پیش اومده عوض بکنی. شاید انقدر نگران نباشید، نباید نگران باشید در واقع، و انقدر نیاز نیست خودتون رو درگیر کنید. من آینده پیش روی شما رو میبینم که بسیار شفاف و روشن هست، ولی چیزی که این وسط هست اینه که بعضی از دوستانی که اینجا دارن ویدیو رو میبینن توجه داشته باشن. یک آقای اینجاست، نگاه کنید، یک آقا دستاش به سمت بالا، این پاهاش هست و یک زندگی رو داره به دوش میکشه. حالا چند نفر بالای این زندگی هستن. این آقا خیلی سعی داره که این زندگیشو حفظ بکنه و ممکنه که در میانه راه با شما بخواد آشنا بشه، یا اینکه شما بدونید که ایشون یک زندگی داره و بخواید وارد زندگیشون بشید. یا کنید، من اینجا تقریبا 2 سقف رو میبینم که یکی از این سقف ها شکسته شده و نشون دهنده این هست که حالا این خانم جوانی هستن که وارد زندگی یک نفر شدن و ممکنه همین آقا باشه و 2 نفر هم این پایین هستن و میبینن که این زندگی داره خراب میشه. اگر دل مشغولی شما بابت این هست که آیا این رابطه اوکی هست، درست هست و باید اینو ادامه بدید، چرا؟ چون که به هر حال علاقه ممکنه بین شما و این شخص پیش اومده باشه، اینه که به هر حال دیگه حالا اون دست خودتون هست و شما دارید یک زندگی رو خراب میکنید. اگر میدونید که دارید وارد زندگی یک شخص دیگه میشید که به هر حال قبل از شما زندگی مشترکی داشتن و دارن، باید دیگه به هر حال سختی‌های مسیر هم به جون بخرید و بتونید هندل کنید. این که بشینید و قصه بخورید چاره ساز نیست. من
دوست عزیز رو میبینم با حرف نون و این دوست دقیقا یک آقایی پشت سرشون هست. نگاه کنید سیبیلشون رو من دقیقا اینجا ببینید، نگاه کنید یک سیبیلشون هست، حالا اگر تصویر این مات میشه و یک آقایی دارن در گوشه ایشون هی وز میکنن و میخونن که شما باید همچین و همچون کنید و همین سرآغازی میشه برای شکستن این سقف زندگی. ممکنه که این آقا توی زندگیشون مشکلاتی داشته باشن ولی زندگیشون رو دوست دارن، اما با ورود شما میتونه زندگی به هر حال خراب بشه، زندگیشون، حالا اون زندگی قبلا داشتن، خراب بشه. من دارم میبینم شما اگر همچین مشکلی پیش بیاد چندین نفر هستن که از این زندگی آسیب میبینن و به هر حال دعواهاشون و اینا رو البته به درستی سر شما خالی میکنن و اینجوری هست که باید همه اینها رو به جون بخرید. اما اگر که بتونید از این بحران ها عبور کنید، خب قطعا اگر میخواید بدونید برای شما ازدواجی هست یا نه، بله ازدواجی هست بین این خانم و این آقا. ازدواجی هست و صورتاشون مشخص است. ازدواجی هست و قلبی که بالای سر این خانم هست و بالای سر این خانم هست. حالا هم چون میتونم خانم بگیرم همیشون و به هر حال این خونه ای که از منظر دیگه میشه بهش نگاه کرد و میشه گفت که شما اینجا به صورت دو نفره داری وارد این خونه میشید و زندگیتون رو میسازید. زندگیتون هم حالا سرشار از عشق خواهد بود و به هر حال دوام خواهد داشت، اما به قیمت زندگی بقیه. حالا دیگه اون تصمیمش با شما هست که میخواین به هر حال به چه سمت و سویی برید. خب این واسه کسانی که به هر حال اومدن و یک نیت عاطفی کردن. خب من علاوه بر کسانی که نیت عاطفی کردن در اینجا، نگاه کنید نیت عاطفی کردن، یک سری چیزهای دیگه هم میبینم مربوط به مسائل مالی. ممکنه همین خود شما هم به هر حال دغدغه مالی داشته باشید، کسی که نیت عاطفی کرده. اینجا من به شما بگم یک ماهی گنده اینجا دارم میبینم که نشون دهنده رزق و روزی هست. رزق و روزی که به سادگی براتون به دست نمیاد، اما به هر حال اتفاق میفته براتون. به هر حال شما از اون پولی که میخواد به دستتون برسه، درست با سختی و به سختی به دستش میاری و با سختی به دستتون میرسه، اما جوری هست این پول که شما رو خوشحال میکنه، شما رو به هر حال یک جورایی در کنار هم نگه میداره و باعث میشه که حالا این حالت رو بگیرید که حالا جشنی بخواید برپا کنید یا به هر حال ممکنه جشن دو نفره باشه یا اینکه با دوستانتون باشه به مناسبت این پول بزرگی که میخواد به شما برسه. اگر بخوام وعده پول رو به شما بدم، تقریبا 3 وعده دور میفته، یعنی ممکنه که 3 ماه تا 3 سال آینده باشه. یعنی هم ما چون فالامون نیت زیر 1 سال هست، همون 3 ماه آینده من به نظرم میرسه که از همین الان کش و قوسای این پولی که میخواد به دست شما برسه توی زندگیتون هویدا و مشخص میشه و در نهایت شما به اون پول میرسید. نگاه کنید من توی این داستان آقایی رو میبینم که پشت سرش یک بچه یا یک خانم جوان هست و این آقا اینجوری هست که گوشش بدهکار هیچ حرفی نیست و به هیچ رقمه نمیخواد حرف خانم رو قبول بکنه. چرا؟ چون چشش دنبال زندگی بقیه هست، چشش دنبال چش و همچشمی هایی هست که توی زندگی بعضی از عزیزان ممکنه اتفاق بیفته. یا اگر شما ممکنه خانومی باشی که پوشش ساده‌ای داشته باشی، پارتنر شما، همسر شما، حالا هر نوع رابطه‌ای که دارید، چشش به نفر سومی میفته و دوست داره که شما هم شبیه اون پوشش رو داشته باشید و سعی کنید که تو این زمینه کم نذارید، حداقل با گفتگو رفع و رجوعش کنید تا مشکلی براتون پیش نیاد. دوستانی که توی محل کار هستید خیلی مراقب باشید. یک نفر هست زیراب شما رو داره میزنه و یک نفر هست که ممکنه شما رو به هر حال از عرش بخواد به فرش برسونه.
این اتفاق میتونه حدوداً بگیم 70-80% ممکنه برای شما بیفته و شما توی یک مدتی دچار به هر حال شکست توی مسائل مالی بشید. دوستایی که سر کار هستن، نه دوستایی که مثلا سر کار چه کاری که با همکارای دیگه اشتراکی دارید انجام میدید. نگاه کنید ممکنه که با یکی شریک باشید یا اینکه مثلا تو ارگان‌های اداری مشغول کار هستید، تو شرکتی مشغول به کار هستید، کسی که به هر حال کار و کسبش بر محور خودش تنها نمیچرخه. برای این دسته از دوستان دارم میگم که شما ممکنه که در یک بازی دچار شکست بشید از جانب شریکتون یا همکارتون و خیلی باید مراقب این مسئله باشه. خب دوستای عزیزی که توی خونه یا توی اقوامشون خانومی دارن با صورت کشیده، نگاه کنید حالا اگر صورتشون رو من بتونم به شما نشون بدم، با صورت کشیده نگاه کنید، این صورتش هست، چشم و حالا دهنشون با صورت کشیده و بسیار بد دهن. نگاه کنید این خانم مدت هاست که پشت سر شما داره بدگویی میکنه. این خانم مدت هاست که ممکنه که پارتنر شما رو که اونم خانومی هست، یعنی من دارم الان برای آقایون صحبت میکنم، ایشون رو آزار و اذیت میکنه و مورد آزار و اذیت قرار میده و اینجوری هست که دیگه این خانم داره صبرش به هر حال لبریز میشه و طاقتش سر میاد. آقای محترم شما موظف هستی از خانومتون حمایت کنید. ممکنه که این خانومی که بددهنی میکنه از اطرافیان خودتون باشه و بخواد خانومتون یا پارتنرتون رو مورد آزار و اذیت قرار بده. این دیگه دست شما هست که بخواید زندگیتون رو چطوری بچرخونید، چون خانم شما به هر حال داره یک سری از دوستها و آشناهای خودش رو میبینه که چه حمایتی میشن و چطوری به هر حال پارتنر، همسر یا حالا هر کسی داره از ایشون حمایت میکنه و خودش رو داره تنها میبینه تو این موضوع. پس سعی کنید که بیشتر حامی باشید و بیشتر اینجوری باشه که از ایشون حمایت کنید. من در کف فنجون آقایی رو میبینم درشت هیکل که داره با یک حالا خانم یا یک آقایی که پشت یک میز نشستن بحث و دعوا میکنن. آقا هست، به نظرم آقا هست، این سرشون هست. خب میگه که اگر شما در مورد کاری که بهتون گفتم دچار مشکل میشید با حالا یک نفر اگر شراکت کردید یا همکاری دارید، ممکنه که امروز فردا منظورمه که توی یه مدت آینده هست، این مدت حالا چون کف فنجون هست ممکنه یکم طول بکشه تا 3-4 ماه آینده دچار مشکل بشید و اینطوری باشه که ایشون با شما یه بحث و جدل لفظی داشته باشن و شما رو خیلی درگیر کنن و توی اداره یا اون محل کارتون شما رو دچار تنش بکنن. چیزی که مهم هست اینه که شما از تنش دوری کنید و سعی کنید که خونسردی خودتون رو حفظ کنید تا خدای نکرده پشیمونی به بار نیاد. دوستانی که قصد خرید به هر حال وسایل نقلیه دارن، من به شما بگم که اگر وسیله‌ای می‌خواهید بخرید، چون من اینجا 2 تا سرنشین رو می‌بینم که سوار یک ماشین هستن، اگر وسیله‌ای می‌خواهید بخرید سعی کنید حتی الامکان وسیله‌ای باشه که نگاه کنید، اصلا اینطور بهتون میگم دوستانی که الان میخوان دنا بخرن یا چون چهره این ماشین، حالا بعد دوستان کسایی که تو ایران هستن دنا بخرن یا حالا ساینا بخرن، نخرید، فعلا نخرید، چون برای شما خوب نیومده. من تصویر ساینا یا حالا دنا یا امثال هم توی خارج از کشور که شکل شبیه اینو دارن زیاد جالب نمیبینم و ممکنه که خدای ناکرده دچار تصادف چیزی بشید. چرا؟ چون خانومی رو میبینم که جوان هستن و پشت این ماشین میشینن و با دوستاشون هستن و از ناحیه عقب ماشین دچار به هر حال مشکل میشن. سعی کنید حتی الامکان مراقبت کنید تا طی 3 وعده آینده، یعنی تا 3 ماه آینده، این 3-4 ماه آینده این مشکل رفع بشه و بعدا اقدام کنید. خب من بخوام اینجا رو چیز کنم، یه دوستی میخواد بره یک مسافرتی، حالا ممکنه با قطار باشه و این دود قطار باشه و توی این مسافرت یعنی اینجوری باشه که
هدف خاصی نداشته باشه، فقط صرفا جهت گذراندن وقت باشه و اینا. دوست عزیز، اگر به این مسافرت میری خیلی حواست به وسایلی که توی چمدونات هست باشه. ممکنه که در میانه این مسیر شما وسیله‌هات رو مثل شناسنامه یا کارت شناسایی، پاسپورت یا هر چیزی رو شما گم کنی و اگر همچین اتفاقی بیفته و خارج از کشور هستی یک مشکل خیلی بزرگ برات پیش میاد و مشکل دیگه مشکل و تا حالا مدت‌ها درگیرش خواهی بود. سعی کن که از وسایلت مراقبت کنی و دوستانی که میخوان با قطار به مسافرت برن یا حالا تفریح برن جایی حواسشون جمع باشه به خودشون. من اینجا یک خانم مسن میبینم، حالا روسریش هست، موش هست، هر چیزی، حالا دهنش رو باز کرده و یک هیبت خیلی تاریکی داره که زندگی دوستان عزیز رو داره متشنج میکنه. این دوست عزیز، این ببخشید، این خانم محسن اگر توی حروف اسمیشون حرف اسمی نون هست، ر هست یا ببخشید من یکم حساسیت دارم، یا ز هست، ببخشید ز هست، توجه کنید که ایشون به هر حال سن و سالی ازشون گذشته و اینجوری هست که خیلی اعصاب درست حسابی نداره و ممکنه حرفایی بزنه که به مذاق شما یا پارتنرتون خوش نیاد. سعی کنید حتی الامکان با ایشون وارد بحث و بگو مگو نشید، چون عاقبت خوبی برای شما نمیبینم و دعواهای بسیاری میبینم که از پشت این قضیه به هر حال دامنگیر شما خواهند شد. دوستانی که توی حروف اسمشون الف و نون هست یا اسمشون احسان هست، احمد هست، آرمان هست، توجه کنید. شما دوستای عزیزم به طور استثنا توی این فال اگر میخواید توی ملک سرمایه گذاری کنید، احسان، آرمان و احمد بسیار برای شما خوب اومده و من اینجا خونتون رو میبینم که از یکی تبدیل به 2 تا خواهد شد و یک آقایی که حالا همین احسان هست، نگاه کنید این صورتش، این حالا پشتش، اینم دستش هست که طوری آورده جلوش، برای شما بسیار خوب هست و برای شما بسیار ارزش خواهد داشت، طوری که قیمت اون طی حالا ممکنه 1-2 سال، من میگم فالای ما زیر 1 سال هست، 2 برابر بشه و اینجوری باشه که بخواد پاسخگوی به هر حال اون سرمایه گذاری شما دوست عزیزم باشه. حالا این چون داخل این فال این سری یک خورده ناملایمات بود، من سعی کردم که ویدیو رو کوتاه کنم و تفسیر رو به سمتی نکشونم که دوستان عزیز بخوان ناراحت بشن یا اینکه به هر حال چون کلمات بار دارن، جملات بار دارن، بخوام من اونها رو به نحوی برای شما زنده کنم. دوستای عزیز اگر خوشتون اومده لطفاً از ما حمایت کنید و در حمایت از ما کاری که میتونید بکنید این هست که لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید و به هر حال کامنت های خوشگل و زیبا بذارید. ببینید که بگید که داخل فنجون چه چیزایی رو دیدید. اگر بگید من میتونم اون رو برای شما شخصی سازی بکنم و اون مختص شما هست. کافیه که بگید کجای فنجون چه چیزی دیدید و من اون رو برای شما شخصی سازی میکنم. دوستای عزیزی هم که میخوان نسبت به ما لطف داشته باشند، حتی المقدور کامنت رو به زبان انگلیسی بذارید، اگر شده 4 تا قلب قرمز رنگی، حالا هر چیزی که خودتون میدونید بذارید و در رابطه با نحوه ویدیو گذاشتن ما، نحوه این که دوست دارید چه مطالبی رو ما برای شما بذاریم، خیلی خوشحال میشم که ما رو مطلع کنید و بحث و گفتگو کنید داخل کامنت ها که این هم کمک میکنه به دیده شدن بیشتر ما و هم کمک میکنه به این که ما بخوایم ویدیو هامون رو متناسب با خواست شما به هر حال تغییر بدیم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و تندرست باشید. تا فال بعدی، بدرود.